تصاویر تازه از عروسی دوم آلیا انصاری کاملا شوکه کننده. آلیا انصاری بار دوم ازدواج کرده است. شوهر دوم آلیا انصاری کیست و سفر آلیا انصاری به کشور امریکا؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آلیا انصاری هنرمند موفق و با استعداد افغان، یکی از هنرمندانی که این روزها نامش در میان جوانان افغانستان بالخصوص صفحات مجازی غوغا برپا کرده است. آلیا انصاری در یک خانواده هنری دیده به جهان گشوده و کارهای هنریش را بعد از جدا شدن شوهر اولش به طور رسمی و آشکارا با اجرای کنسرت‌های پی در پی در افغانستان آغاز کرد. هرچند آلیا انصاری در یک خانواده هنری دیده به جهان گشوده، برادران و خانمان برادرش هم از جمله هنرمندان موفق کشور هستند. جدیداً آلیا انصاری تصاویر تازه‌اش را در صفحات مجازی نشر کرده که وی به بار دوم ازدواج کرده است و به خاطر ازدواج دومش سفرهای متعددی به کشور امریکا داشته است، چون که شوهر دومش در کشور امریکا بوده است. بگو مگوهای فراوانی وجود داشت که آلیا انصاری با حسام فرزان ازدواج خواهد کرد، اما تمام این خبرها دروغ بود. رابطه هنری فقط میان آلیا انصاری و حسام فرزان ادامه داشت. آلیا انصاری از شوهرش دارای 2 فرزند می باشد. وی با فرزندانش اکنون در کشور امریکا زندگی می کند و به کارهای هنریش مانند قبل ادامه داده است. وی کنسرت‌هایی برای دوستداران و علاقه‌مندانش برگزار می کند. طرفداران و علاقه‌مندان آلیا انصاری نه تنها در میان مردم افغان بلکه در میان پاکستانی ها هم بیشمار می باشد. من آرزوی خوشبختی و سعادت برای آلیا انصاری از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان و همراهان همیشگیم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آلیا انصاری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت برای هر یک از شما خوبان آرزو دارم. تا درودی دیگر همتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.